امروز می‌خواهیم درباره فلسفه درد صحبت کنیم. درد دشمنی است که هیچ کس نمی‌تواند از آن فرار کند. همه ما در زندگیمان با درد و رنج مواجه می‌شویم، اما هنری که باید یاد بگیریم این است که چگونه با این دردها مقابله کنیم. درد بخشی از وجود ماست. درد یک واقعیت است و اجتناب ناپذیر. اما به یاد داشته باشید که هر جنگجوی واقعی در برابر این واقعیت نمی ایستد، بلکه با آن می جنگد و از آن بهره می برد. درد فقط یک احساس نیست، بلکه تجربه عمیق و آموزنده است. این احساس می تواند جسمی، عاطفی و حتی روحی باشد. درد مانند یک هشدار عمل می کند. وقتی بدنتان آسیب می بیند، درد به شما می گوید که چیزی اشتباه است. اما این درد می تواند بیشتر از فقط یک علامت جسمی باشد. درد یک معلم است. درد به ما یاد می دهد که چه چیزهایی را باید در زندگی ارزیابی کنیم، چه چیزهایی را باید تغییر دهیم و چگونه باید قوی‌تر شویم. خوب است بپرسیم چرا باید این دردها را تحمل کنیم، چرا باید در برابر آن ایستادگی کنیم. چون درد به ما قدرت می دهد. درد نه تنها ما را قوی‌تر می کند، بلکه ما را در مسیری قرار می دهد که به رشد شکوفایی منجر می شود. جنگجوها از درد نمی ترسند. آنها از آن بهره برداری می کنند. آنها از آن برای ساختن خود استفاده می کنند. درد یک امتحان واقعی است، یک چالش. آیا شما به اندازه کافی قوی هستید که از آن عبور کنید؟ آیا می توانید برای زخم‌های عاطفی جسمی خود غلبه کنید و برنده شوید؟ اینجاست که مردان و زنان واقعی مشخص می شوند. جنگجو در مقابل درد به هیچ وجه تسلیم نمی شود. او فراموش نمی کند که درد یک بخش طبیعی از زندگی است. هر جنگجو دمی را که با درد دست و پنجه نرم می کند به عنوان فرصتی برای یادگیری رشد. شما باید به درد به عنوان یک ندای دقیق توجه کنید. هر بار که به زانو در می آیید مهم است که بلند شوید و ادامه دهید. آنچه که در شما به وجود می آید زمانی که با درد مواجه می شوید قوی تر از آنچه است که تحت فشار دنیای اطرافتان قرار می گیرید. بیایید و نگاهی به روی کرده یک جنگجو بیندازیم. اولین قدم در مواجهه با درد پذیرش آن است. بپذیرید که درد بخشی از زندگی است و شما باید با آن کنار بیایید. در گام دوم باید بدانید که درد شما را نمی کشد، بلکه باعث تقویت شما می شود. سومین مرحله استفاده از درد به عنوان سوختی برای پیشرفت است. به خود یادآوری کنید که همه ما زمانی به یک نقطه شکست می رسیم، اما این نقطه پایان کار نیست. از آن به عنوان یک فرصت برای شروع دوباره استفاده کنید. درد زمانی که احساس می شود می تواند به ما درس های بزرگی بیاموزد. این درس ها نشان دهنده قدرت، استقامت و عزم ما هستند. هر بار که از یک درد عبور می کنید در واقع یک قدم به جلو برمی دارید. شما به طور فعال در حال ساختن شخصیت و هویت خود هستید. درد و رنج ما را به یاد می آورد که باید قدر لحظات خوب را بدانیم. این احساس ما را به انسان‌های قوی‌تری تبدیل می‌کند و به ما یادآوری می‌کند که برای پیروزی لازم است سختی‌ها را تحمل کنیم. بنابراین در نهایت فلسفه درد به ما می‌آموزد که هیچ چیزی در زندگی بی دردسر نیست. جنگجویان واقعی کسانی هستند که با درد مقابله می‌کنند و از آن به عنوان فرصت‌هایی برای رشد و پیشرفت بهره می‌برند. هر بار که درد را احساس می‌کنید به خودتان بگویید این من را قوی‌تر خواهد کرد. دستانتان را گره کنید و بایستید. از هر زخم و داغی که دارید یک یادآوری از قدرت درونتان بسازید. شما نمیتوانید از درد فرار کنید، اما میتوانید با آن بجنگید و پیروز شوید. بر زخمهایتان نغمه خوان شوید، زیرا هر جنگجو در میدان نبرد خود یک داستان را تعریف می‌کند. بیایید و با هم جنگ با درد مقابله کنیم و از آن عبور کنیم. شما قوی هستید. شما یک جنگجو هستید.